اینجا آکواریوم آمانو. شاید خیلی برای شما سوال باشه که ماهیای گنده رو باید چجوری جابجا کنیم. اولین چیزی که برای جابجایی یه ماهی بزرگ نیاز داریم به یه ظرف بزرگ نیاز داریم. حالا این ظرف میتونه سطل هم باشه، ولی سطل حتما باید جوری باشه که بدن ماهی شما داخلش جا بشه. ماهی ما زیادی گنده است، برای همین این دفعه از آکواریوم استفاده می‌کنیم. آکواریوم رو می‌ذاریم از آب خود آکواریوم اصلی که می‌خوایم ماهی رو ازش بگیریم میکشیم و میریزیم داخل این یکی. خب برای جابجایی این ماهی نیاز به ظرف بزرگ داریم و یه لوله‌ای که بتونیم باهاش آب از آکواریوم اصلی انتقال بدیم به این یکی آکواریوم. خب آب آکواریوم اول منتقل می‌کنیم به ظرفمون. فقط حواستون باشه که زیادی آب منتقل نکنید که بعد ماهی بتونه با یه ضربه بپره بیرون. فقط در حدی که تا روی کمر ماهی رو بگیره براش کافیه. و ماهی هم که قراره منتقل بشه رو بیاین و بهتون نشون بدم. یه دونه رپتیل دوم قرمز خیلی خوشگل اونجا هستش، گله. داستان سر اونه. حالا برای گرفتن و ایناش هم بهتون نشون میدم و بعدا میگیرم تو دستم میگم هیولا ماهی یعنی چی، چقدره. خب برای گرفتن ماهی اولین چیز این که باید از سرش شروع کنیم. دومین مسئله از توری انتخاب کنیم که اندازه ماهیتون باشه. الان ما تور نداریم که اندازه اون باشه، این خیلی بزرگه ولی بازم برای اون کوچیکه. پس تنها کاری که میکنیم کله‌ش رو این تو گیر میندازیم، دومش هم با دستمون میگیریم و میکشیمش بیرون. علا برکت الله. ایشالله که ماهی پرت نمیشه بیرون، تو سر کله‌مون هم نمیخوره. بیا بگیریمش. میریم برای شکار این هیولای زیبا. گفتیم از سر ماهی باید شروع کنیم. یکی این که استرس بیجا اصلا بهش وارد نکنین چون باعث میشه وحشی بازی در بیاره. یه لحظه فقط کله‌شو توی تور گیر بندازین قضیه حله. این الان یه تمام الان سر ماهیمون گیر کرد. خب چه زوری داره. سر ماهی گیر کرد، بدنش هم گیر انداختیم و الان کشیدیمش بیرون. این که میگم هیولای آب شیرینه، برای این میگم هیولای آب شیرینه. خب رپتیل یه ماهی غول پیکر، وارداتش به کشور یه مدت طولانی ممنوع بود. میدونید چرا وارداتش ممنوع بود؟ برای اینکه این گنده‌بک هر جایی که میرفت سایزشو که داریم میبینید و صداشو گوش کنید فقط. برای اینکه این گنده‌بک هر جایی میرفت، تو هر اکوسیستمی میرفت، با همه شرایط سازگار میشه. با آب سرد سازگار میشه، با آب گرم سازگار میشه و بدترین مشکلش میدونیم کجاست؟ اینه که همه چی رو میخوره. هر چیزی که تو این دهن یه متریش جا بشه رو قطعا میتونه بخوره. بنابراین رژیم غذایی خیلی گسترده‌ای داره و کلیه ماهی ریز اکوسیستم رو میخوره. اگر به هر طریقی به یه تالاب یا یه رودخونه راه پیدا کنه، قطعا میتونه کل ماهیایی که توی اون رودخونه هستن رو شکار کنه و بس سلام. تکثیر بشه که دیگه کار اون رودخونه تمومه. ولی در کل ماهی خیلی جذابیه. برای بستنش حتما از پلاستیک‌های خیاری و اکسیژن استفاده کنید و پلاستیک رو به صورت فوقی نگهداری کنید. قبل از جابجایی 2 روز نباید به ماهی غذا بدیم که مدفوع ماهی توی آب پلاستیک جمع نشه و تولید آمونیاک نکنه. برای اطمینان بیشتر میتونید یه پک زئولیت کوچیک هم داخلش بذارید. بازم شما رو دعوت میکنم به دیدن زیبایی این غول بیشا خودم آمریکایی. صدا رو میشنوید فقط. اون صدای عجیبو ازش شنیدیم. بذار یه صدا عجیب ترم بهتون نشون بدم. وقتی بالاهاشو تحریک میکنین، با مالیدن بالاهاش به هم یک صدای شبیه جیرجیرک در میاره که اونم خودش خیلی سمه. از این صدای قرقر کردنش خیلی باحال‌تره. خیلی ماهی عجیب و گنده و جذابیه. خب اون نژاد قبلی رو چه دیدین؟ این یکی یه نژاد دیگه شه به اسم کتفیش دراگون یا کتفیش اژدها معروفه. به دهن بزرگش نگاه کنین. هر چیزی که توی این دهن جا بشه شکار این ماهیه. و این دهن خیلی بیشتر از این حرفا باز میشه. اگه بخواد بازش کنه نگاه کنین تا این حد باز میشه راحت و دندونای فوق‌العاده تیزی داره که الان داره دستمو جر میده. این ماهی هم مثل ماهی قبلی سایزگیری خیلی بالایی داره و اگر توی طبیعت رهاسازی بشه رسما جزو آفت‌های طبیعی به حساب میاد. پس خواهش میکنم اگر نمیتونین از این ماهی‌ها نگهداری کنین، از ماهیایی که خیلی بزرگ میشن، به هیچ عنوان تهیه‌شون نکنید. کتفیش دراگون نسبت به کتفیش رپتیل ظاهر زیباتری داره به نظر من، به خاطر این خالاشو بیا از نزدیک بگیر. به خاطر این خالای زیبا و جذابی که روی بدنش هست.
دو تا نکته راجع به این ماهی هستش که باید بهش دقت کنید. یکی اینکه گازتون نگیره، دندونای خیلی بدی داره. دوم اینکه این باله ها همشون تیغ دارن. این تیغا رو هم نباید تو دستتون فرو کنه و اصلا گول ظاهرش رو نخورین. خیلی ماهی پرزور و قلدریه، یعنی به زور من نگرش داشتم. اینم حالا خواستم ببینین، شاید خوشتون اومد. ماهی خیلی خوشگلیه. خب خیلی خوشحالم که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. ویدیوهای ما رو دنبال کنین. بازم از این ماهی‌های خاص داریم. حتی ویدیو بعدیمون راجع به اون گار خیلی خوشگل تایگری که اون پشت وایساده. سایزشو فقط نگاه کن. 50 سانت گار. درش میاریم، از نزدیک بهتون نشون میدیم. دندونای کشنده گارا که معروفه رو بهتون نشون میدیم و معرفی میکنیم. پس حتما منتظر ویدیو بعدی باشین. بازم ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردین. همیشه یادتون باشه که این ویدیو به همت تیم آمانوئه که تشکیل شده و من تنها نیستم. پس برای حمایت از تیم ما این کانال رو ساب کنین، این ویدیو رو لایک کنین و کامنت بذارین. خیلی ممنونم.